لبهای خندان بیشتر از چشمهای گریان اذیت میکشند. کسی که با زندگی بازی میکند هیچگاه در آن موفق نمی شود. امیدوار بودن همه وقت خوب است. نظر به آن که ناامید باشی. گر نیت پاک است و دل پاک است و پاک است آرزو. هرچی دل خواهی که میخواهی به دستت میرسد. باید قبول کرد که بعضی از کارها مردی میخواهد، مثل دوست داشتنی زن. مواظب دلت باش. نگذار از حسرت و پشیمانی پیر شود. سر بدبختی های ما در آن است که درباره خوشبخت بودن یا نبودنمان از حد زیاد اندیشه میکنیم. شخصی را که خوب میگوییم کمبودی نیز دارد و شخصی را که بد میگوییم خوبی هم دارد. هیچ کس 100% خوب و یا بد نیست.